توی ویدیو اول در مورد کشورهایی صحبت کردیم که برای مهاجرت نسبتاً ایدئال هستن و نکات مثبتی دارن. اگر ندیدینش لینکش این بالاست. اما بسیاری از کشورها هستن که ظاهر خوب و زیبایی دارن، اما وقتی واردشون میشی متوجه میشی که همه چیز اونجور که فکر میکردی نیستش و قراره با چالش‌های زیادی روبرو بشی که اصلاً هم فکرشو نمیکردی. سلام دوستان، به 1001 دانستنی خوش اومدید. کشور اول کانادا. از ویژگی بعد کانادا میتونیم با هوای سردش توی زمستون شروع بکنیم که خیلی این سرما طولانی و خشکه و خیلی وقتا به خاطر این سرما ماشین ها یخ میزنن و باید یخ ها رو بشکنید تا بتونید سوار ماشین بشین. همچنین طوفان های وحشتناکی هم در این کشور اتفاق میفته. مورد دوم اینه که زمان مهاجرت با چالش‌های زیادی روبرو میشید و دشواری‌های زیادی رو هم باید تحمل کنید و هزینه‌های زیادی رو هم باید بپردازید. مورد سوم اینه که این کشور دو زبان اصلی انگلیسی و فرانسوی داره و علاوه بر زبان انگلیسی باید تا حدودی فرانسوی هم بلد باشید وگرنه در کارهای روزمره کمی به مشکل برمیخورید. مورد چهارم هزینه تحصیل در کاناداست که برای دانشجویان بین‌المللی بسیار بالاه مگر اینکه بورسیه شده باشن. کسایی که برای تحصیل میخوان مهاجرت کنن باید این موضوع رو در نظر بگیرن. علاوه بر تحصیل هزینه زندگی در کانادا بسیار بالاه، مخصوصا شهرهای بزرگ مثل تورنتو و ونکوور. مورد پنجم وضعیت ترافیک کانادا که در شهرهای بزرگ کانادا به خصوص تورنتو و ونکوور با مشکل ترافیک مواجه خواهید بود که این موضوع باعث طولانی شدن سفرها و افزایش استرس روزمره میشه. کشور دوم استرالیا. استرالیا به عنوان یکی از قاره‌های با تنوع بیولوژیکی غنی دارای حیواناتی از جمله حشرات سمی و حیواناتی مثل کروکودیل و مارها و غیره هستند که باعث میشن ایمنی انسان‌ها به خطر بیفته. مورد دومش هزینه بالای زندگی در این کشوره که مسکن، خدمات بهداشتی، آموزش ممکنه که براتون هزینه‌های بالایی داشته باشه، به خصوص در شهرهایی مثل سیدنی و ملبورن. مورد سوم اشعه یووی زیاده که به دلیل آفتاب سوزان این کشوره و میتونه شما رو به بیماری‌های پوستی، سوختگی و بیماری‌های از این قبیل مبتلا کنه. مورد بعدی مسائل مربوط به مهاجرته که میتونه محدودیت‌هایی برای دادن ویزا باشه و همچنین هزینه‌هایی که برای گرفتن ویزا باید بپردازید ممکنه که براتون بسیار بالا باشه. مورد آخر حمل و نقل هوایی استرالیایی که به دلیل موقعیت جزیره‌ایش حمل و نقل هوایی به برخی از مناطق جهان بسیار گران و وقتگیره و این موضوع برای کسانی که سفرهای بین‌المللی دارن یا به میزان زیادی با خانواده و دوستان خودشون در کشورهای دیگه در ارتباط هستن بسیار سخته. در انتهای ویدیو قرار نکته مهمی رو بهتون بگم، پس همراه من باشید. کشور سوم آلمان هم کشوریه که هزینه بالایی داره و این موضوع توی تمام کشورها تقریبا ثابته. مورد دوم زبان این کشوره که باید حتما آلمانی بلد باشید وگرنه هم اقامت نمیدن و هم در کارهای روزمره خیلی به مشکل میخورید. مورد سوم اینه که در زمستون آلمان روزهاش خیلی کوتاهه و این باعث میشه که خیلی‌ها افسرده بشن و نتونن با این آب و هوا توی پاییز و زمستون کنار بیان. مورد بعدی که خیلی مهمه فرهنگ این کشوره که برای خیلی‌ها اصلاً قابل قبول نیست. در مدارس آلمان بین دختر و پسر مواد مخدر خیلی رد و بدل میشه و این اصلاً خوب نیست. همچنین فاحشه‌خونه‌های بسیاری در آلمان وجود داره که روی فرزندان کسایی که خانوادگی مهاجرت میکنن تاثیر بدی میذاره، به خصوص که این خانواده‌ها ایرانی باشن. اگر شما جز افرادی هستید که خونه بزرگ دارید در آلمان اینجوری نخواهد بود، چون به دلیل هزینه بالای مسکن در آلمان اکثر خونه‌ها کوچیکه و تقریبا آشپزخونه خاصی ندارن.
پس قبل از این که مهاجرت بکنید حتما این موضوع رو در نظر بگیرید. کشور چهارم آمریکا. آمریکا کشور پیچیده و گسترده و نقاط ضعف زیادی رو هم داره. مورد اول سیستم بهداشت آمریکایی که با بسیاری از کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست و خیلی هم گرونه و مراقبت‌های پزشکی و دارویی میتونه شما رو با وضعیت مالی نابسامانی روبرو کنه. مورد دوم نابرابری درآمده که اصلاً عادلانه تقسیم نمیشه و تفاوت قابل توجهی در ثروت و درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه وجود داره که منجر میشه همه مردم به تمام خدمات کشور دسترسی نداشته باشن. مورد بعدی که خیلی مهمه خشونت و جرم در این کشوره که بسیار هم زیاده و در برخی از شهرهای معروف به دلیل میزان جرایم بالا امنیت در خیابونها وجود نداره. همچنین به دلیل آزاد بودن داشتن سلاح گرم امنیت بسیار پایینه. برای نمونه پسر نوجوانی با مسلسل به مدرسه میره و تمام بچه‌ها و معلم را تیربارون میکنه. پس اگر میخواید به آمریکا مهاجرت کنید باید ایالتی رو انتخاب بکنید که میزان جرم و جنایت در اون کم باشه. مورد آخر تنوع فرهنگی و قومیتیه که ممکنه این موضوع باعث تنش‌های اجتماعی و عدم تعامل و همبستگی مطلوب در جامعه بشه. کشور پنجم امارات. هزینه زندگی در این کشور بسیار بالا و حتما برای داشتن یک زندگی با کیفیت و مطلوب شغل و درآمد مناسبی باید داشته باشید. از دیگر معایب زندگی در دبی اینه که با کار کردن و زندگی طولانی در اون نمیتونید اقامت دائم دریافت کنید. نهایتا میتونید با خرید منزل در دبی اقامت 5 ساله بگیرید. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که داره گرما و رطوبت بالایی داره و از این رو اگر قصد دارید که به دبی مهاجرت بکنی باید با این معضل کنار بیایید. دبی ساعت کاری معمولاً بالاست و در برخی از مشاغل مجبوری تا بیش از 8 ساعت سر کار باشید. دبی در برخی صنایع اقتصادی به ویژه در ساخت و ساز و بخش خدمات گزارش‌هایی درباره شرایط کارگری نامناسب و نقض حقوق کارگران به ویژه کارگران مهاجر مطرح شده. باید در نظر داشته باشید که هیچ کشوری بی‌نقص نیست و خوبی‌ها و بدی‌های خودشون رو دارن. ولی خب اگر میخواید مهاجرت بکنید باید تمام این خوبی‌ها و بدی‌ها رو آنالیز بکنید و اونی که از نظرتون عقلانی‌تر و بهتر هست رو برای مهاجرت انتخاب کنید. اگر برای تحصیل میخواید مهاجرت بکنید توی ویدیو بعدی قراره بهترین دانشگاه‌های دنیا رو بهتون معرفی بکنم. پس منتظر ویدیو فردا باشید.